سلام، خیلی خوش اومدی به لنگولرن. امروز قراره تو جلسه دوم با هم دیگه ترکیب حروف انگلیسی رو یاد بگیریم که ببینیم توی کلمه وقتی دوتا حرف با هم ترکیب میشن چه صدایی از خودشون میدن. دوتا حرف اولی که قراره با هم دیگه یاد بگیریم حرف C و H هستن که با هم دیگه صدای چه میدن. فونتیکشون این وسط میتونید ببینید. بذارید براتون مشخص کنم. این قسمت فونتیک حرف CH هستش که چه تلفظ میشه. مثل کلمه چیز به معنی پنیر یا مچ به معنی کبریت. دو حرف بعدی دو حرف S و H هستن که صدای تلفظ فارسیشون میشه ش. مثل کلمه شو به معنی کفش و فیش به معنی ماهی. دو حرف بعدی حرف TH هستش. T و H هستش که به صورت فارسیش ث و ز تلفظ میشه. مثل کلمه های think و this. think به معنی فکر کردن و this ضمیر اشاره نزدیک این هستش. حرف بعدی حرف G هستش که وقتی با حروف صدا داره E, I و Y ترکیب بشه صدای J میده مثل giant یا جیم، و وقتی با حروف صدا داره O و A یا حروف بی صدا ترکیب بشه صدای G میده مثل go، game. اما این حرف یه سری استثناءاتی داره برای حالت زمانی که صدای J میده. برای مثال اینجا اگه دقت کنین بعد حرف G آی اومده و اما همچنان صدای گر میده مثل girl یا gift. سمت راست تصویر هم get یا give. یکی از مهمترین حروف انگلیسی که چند تا صدای مختلف داره حرف A هستش. حرف صدادار A که هم میتونه صدای آ بده، هم صدای ا و هم صدای ا بده. مثل کلمه اول about که صدای ا میده به معنی درباره هستش. کلمه دوم cat هستش که ا صدای ا میده به معنی گربه. و کلمه آخر کلمه کار هستش که به معنی ماشین هستش. و اما حرف سی انگلیسی که هم میتونه صدای س بده و هم صدای که. اگه بعد از سی یکی از حروف ای، آی و وای بیاد اون کلمه ما حرف س میده مثل city یا center. سیتی به معنی شهر و سنتر به معنی مرکز. و در باقی حالات صدای که میده مثل cat یا count. cat به معنی گربه و count به معنی شمارش یا شمردن. و ممنون که تا آخر این ویدیو همراهمون بودید. امیدوارم بخش ساده ای از فونتیک انگلیسی یا تلفظ حروف رو یاد گرفته باشید. مباحث این بخش خیلی تکمیلی تر هستش و من فقط یک بخش کوچیکی رو گفتم که بتونیم برخی از کلمات انگلیسی رو با هم دیگه مطالعه کنیم. خیلی ممنون از شما. لایک و سابسکرایب یادتون نره.